خوش اومدیم به ویدیو جدید کانال تا 93 رفته. دوستان اومدیم با هم دیگه ویدیو جدید بگیریم، آموزش نصب شبیه ساز PSP برای اندروید. با هم باشید تا آخر ویدیو و کانال ما رو دنبال کنید، لایک کن فراموش نشه. با هم باشید تا آخر ویدیو. لیتس گو. دوستان شما اولین کار که میکنید میرید داخل مایکت یا هر برنامه دیگه سرچ میکنید به انگلیسی PSP. همین شبیه ساز اولیه رو دانلود میکنید. خب برام دانلود شد، نصبش میکنیم. خب دوستان نصب شد. حالا ما اجرا رو میزنیم اولش. خب اول اجازه رو بدیم، همین آبیه رو میزنیم و آلا رو میزنیم، اجازه میدیم. خب حالا ما هیچ بازی نداریم و باید اولین کار که بکنیم بریم از سایت بازی دانلود کنیم. خب ما اینو پاک میکنیم. خب دوستان شما میرید، من تو سایت اندروید پارسی بازی روی اسپارتا رو دانلود کردم. شما توی هر بازی که دلتون بخواد رو دانلود کنید. خب من دانلود کردم، حالا برم بیارمش. خب دوستان شما برای نصب شبیه ساز باید به 2 تا نرم افزار احتیاج دارید، یکی برنامه PSP، یکی برنامه زد آرشیور. شما میرید داخل مارکت و می‌نویسید زد آرشیور و این سبزه رو دانلود میکنید. خب من دانلود کردم، میرم داخلش. خب این از فایل دیتا که من دانلود کردم از که 1.59. خب ما میزنیم اینجا، روی این میزنیم و دیگر میداریم چند ثانیه. خب نه اینو میزنیم، 3 نقطه بالا رو میزنیم و دوستان الان اینجا الان اکسترکت نشده بود و باید الان هر جایی که دلتون بخواد اکسترکتش کنیم. من اینجا میخوام اکسترکتش کنم. من ویدیو رو استاپ میکنم تا اکسترکت. دوستان دیگه آخرشه. خب دوستان ما این فایل اینجا اکسترکتش کردیم در گوشی دانلود. دوستان شما الان باید برید داخل شبیه ساز PSP و توی گیمز میزنید و اینجا جایی که بازی رو اکسترکتش کردیم رو انتخاب میکنیم. اما الان توی گوشه دانلود بود، گوشه گاداوار و اینو روی میزنیم و اینجا سیدت فولدر رو میزنیم و آلو. خب دوستان توی که میدی بازی برام اومد و روش کلیک میکنیم و بریم داخل بازی. اول بازی لگی نداره، همه چی اوکیه. قشنگ کلید همه اینا کلیکار یک کار میکنه. صدا بازی رو کم کنم. خب خیلی روون داره اجرا میکنه و ما یه نیو گیم هم بزنیم و به شما نشون بدیم. دوستان بازی دیگه الان دیگه لود میشه. بجان خب بجان دیگه چه حرف میزنی؟
دوستان اگرم بتونم هم حتما گیم پلیش رو با هم دیگه میریم و ببینیم چی میشه. بابا چرا فیلمش تموم نمیشه خدا. دوستان بازی های دیگه هم به همین صورت و هر بازی فوتبال، هر بازی تیکه، هر بازی دیگه خواستین از هر سایتی که دلتون خواست دانلود میکنید و به این صورت نصبش میکنید. و دوستان کسانی که کامپیوتر هم دارن میتونن شبیه ساز رو نصب کنن و توی کامپیوترشون هرچه قوی تر باشه روون تر اجرا میشه. چون تو گوشی ذره لگ داره. کلا من صدا بازی رو قطع کنم. خب دوستان بدک نیست، خیلی هم گیر نمیکنه، خوبه. بس یه گوشیتون هم داره. گوشی من معمولی همین با 12 زیاد ورژن بالایی نیست. خب دوستان اینم آموزش جدید کانال ما. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. کانال ما دنبال کنید، لایک کنید فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.